تا حالا به این فکر کردی اگه همینطور از زمین دور بشی چی میشه؟ تصور کن با سرعت نور پرواز کنی. بعد از 8 و 3 دقیقه به خورشیدمون میرسی. 4 ساعت و 6 دقیقه که بگذره از دورترین سیاره منظومه شمسی رد میشی و باید از میان انبوهی از دنباله‌دارها و سیارک‌ها عبور کنی. به نظرت چقدر طول میکشه تا با سرعت نور به دورترین شیئی که انسان‌ها تا حالا فرستادن برسی؟ جوابش 23 ساعت و 19 دقیقه است. خیلی فراتر از اون بعد از 29 روز به یک ابر از توده‌های یخی برخورد میکنی. حتی با سرعت نور 1 سال و نیم طول میکشه ازش عبور کنی. ولی صبر کن، بعد از 4 سال درست وقتی از کنار نزدیکترین ستاره میگذری یه چیز عجیب میبینی. متوجه میشی که انگار توی یه فضای خالی افتادی. معلوم میشه که منظومه شمسی ما داخل چیزی به نام حباب محلی قرار داره. حدود 100 سال بعد از مرز حباب رادیویی رد میشی، یعنی جایی که امواج رادیویی ما تا حالا بهش رسیدن. وقتی این فاصله رو با کل کهکشان مقایسه کنی، فقط یه نقطه آبی خیلی کوچیکه. رسیدن به مرکز کهکشان 27000 سال طول میکشه و برای رسیدن به اون سر دیگه‌اش باید 50000 سال دیگه پرواز کنی. و اگه همینطور ادامه بدی و بری بعد از 46.5 میلیارد سال تازه به لبه جهان قابل مشاهده میرسی و حتی اون بیرون هنوز نور هر چیزی که اونجاست در طول تمام تاریخ کیهان به زمین نرسیده. شاید اون موقع بفهمی اونجا چه خبره.